امروز در شهر دوشنبه هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبیدالله رجبов از عالم درگذشت. حجم‌نگار معروف تاجیک 80 سال داشت. سبب‌های مرگ هنرمند هنوز گفته نشده است. عبیدالله رجبov 20 مارس سال 1941 در ناحیه دنقره تولد شده است. هنرپیشه، کارگردان تئاتر و سینما، حجم‌نگار سرشناسی تاجیک، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام ابوعبدالله رودکی، در ساحه ادبیات، صنعت و معماری، ختم کرده استودیوی مهارت اختیاری نزد تئاتر دولتی اکادمی دراموی تاجیک به نام ابوالقاسم لاهوتی و دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده. فعالیت کاری خود را در تئاتر ولایتی دراموی موسیقی به نام سیدعلی ولیزاده شهر کلاب آغاز کرده است. سالهای 1970-89 هنرپیشه تئاتر دولتی اکادمی دراموی تاجیک به نام ابوالقاسم لاهوتی. سالهای 1990-2000 راهبر بدیعی تئاتر نمونوی مینیاتور آینه. سالهای 2000-2004 رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود. از سال 2004 دیرکتور کل مؤسسه دولتی فرهنگی و فراغتی پایتخت 80 و راهبر بدیعی تئاتر نمونوی مینیاتور آینه. همزمان از سال 1994 مؤلف، تهیه‌گر و راهبر بدیعی جشن و مراسم‌های بزرگ عمومی، نمایش‌های تئاتر شده و کنسرت‌های دولتی، آماده نمودن گروه‌های هنرمندان به سفرهای خارجی است.